همه ما ممکنه گاهی اوقات تصاویر چیزهایی رو که دوست داریم کنار هم بگذاریم. اما خب کی میتونه توی دنیای کاغذی زندگی بکنه؟ با شرکت در جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنی بانک ملت شما هم می توانید یکی از برندگان 1000 جایزه 250 میلیون ریالی ما باشید. بانک ملت، بانک شما. عید سعید حزب مبارک. کارت هدیه ملت، هدیه‌ای مناسب برای آنان که دوستشان دارید. بانک ملت، بانک شما. امروز میخوام درباره دومین سطح از طرح امتیازی بانک ملت براتون توضیح بدم. و حالا یکی از اعضای 200 امتیازی باشگاه. خواهش میکنم ایشونم روی صندلیشون بنشینن. این آقا با خرید از طریق دستگاه‌های کارتخوان بانک ملت 56 امتیاز، شارژ کیف پول کارت سوخت 42 امتیاز، پرداخت قرض‌ها به صورت غیر حضوری 38 امتیاز، پرداخت اقساط به صورت اینترنتی 7 امتیاز و خرید اینترنتی 62 امتیاز گرفتن که با احتساب 10 امتیاز عضوی است که هر عضو باشگاه مشتریان به محض ثبت نام دریافت میکنه و هدیه روز تولد مجموعاً 217 امتیاز جمع کردن. با این حساب ایشون میتونن بدون قرعه کشی از تسهیلات 40 میلیون ریالی بانک ملت استفاده کنن یا طبق درخواستشون بانک ملت 2 میلیون ریال به حسابشون واریز میکنه. ضمناً میتونن در قرعه کشی یک دستگاه مازدا 3 جدید که در مهر ماه برگزار میشه شرکت کنند و یا امتیازاتشون رو برای رفتن به سطح بالاتر استفاده از مزایای اون و شرکت در قرعه کشی جوایز متنوع دیگه که جزئیات آن در سایت باشگاه مشتریان ملت اومده ذخیره. بانک ملت، تغییر را احساس کنیم. با شرکت در جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک ملت شاید شما هم یکی از هزاران برنده جوایز این دوره باشید. 25001 جایزه 10 میلیون ریالی و همراه 201 کمک هزینه خرید پژو 407 شامل 250 میلیون ریال جایزه نقدی و علاوه تسهیلات خرید خودرو جوایز این دوره می باشند. بانک ملت، بانک شما. تغییرات بزرگی میتونه تو زندگیمون اتفاق بیفته اگه از فرصتها خوب استفاده کنیم. 1000 جایزه نقدی 250 میلیون ریالی، 1000 جایزه نقدی 100 میلیون ریالی، 1000 جایزه نقدی 50 میلیون ریالی پاداش کسانیه که از فرصتها خوب استفاده میکنیم. بانک ملت، نیکی را پسنداز کنیم.